در کتاب اصول سنت امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه دیروز با همراهی شما عزیزان در مورد صحابگان کرام و برتریت آنها صحبت کردیم که امام احمد رحمت الله علیه دلایل خود را ذکر نمود که برتری صحابگان اول ابوبکر، سپس عمر، سپس عثمان، سپس علی رضی الله عنهم ذکر نمود. امروز با نقطه دیگر را ذکر می‌نماید. می‌فرماید که قول مؤلف رحمت الله علیه ثم بعد هؤلاء الثلاثه اصحاب الشورى الخمسه، بهترین اصحاب بعد این سه نفر اصحاب شورا هستند، اصحاب شورای پنجگانه: علی ابن ابی طالب، طلحه، زبیر، عبدالرحمن ابن عوف و سعد. كلهم يصلح للخلافه، همه اینها پنجگانه صلاحیت خلافت را داشتند. كلهم امام، همشون امام هستند. و نذهب فی ذلك الى حدیث ابن عمر، و می رویم در این مورد بر حدیث ابن عمر که چی گفته باشد؟ كنا نعد و رسول الله صلی الله علیه و اصحابه متوافرون. ابن عمر میگوید که ما حساب میکردیم، میدونستیم و ذکر میکردیم در حالی که رسول الله با همراه ما بود، صحابگان کرام با همراه ما بودند. ابوبکر، سپس عمر، سپس عثمان، سپس علی، سپس عثمان، سپس خاموش می ایستادیم. این حدیث را ابن عمر حتی رسول الله در قید حیات بودن، صحابگان کرام فراوان بودن ذکر میکردند و رسول الله این را رد نمیکرد. قصه اصحاب شورا کیا هستند؟ اصحاب شورا کسانی هستند که وحدت مسلمانان و توجه آنها بر این منافع عمومی ملت اسلام را تجسم کرده است. و معنای این قصه این است که وقتی خلیفه عمر ابن خطاب رضی الله عنه در سال 23 از هجری با کارد زخمی شد با دست این ابولولوی مجوسی خبیث که امروز در این شهر ایران در شهر تهران زادگاهی آن قرار داشته است. چقدر با شکوه، به خاطر آنه که این شخصیت مجوسی مشرک عمر را به قتل رساند. این 6 نفر خلافت را سپردند و گفتند که در بغیر از اینها شخصانی که به این کار سزاوارتر بر آن باشند نمیبینیم. یعنی که خلافت را سزاوار دونستند بر عمر رضی الله عنه و رسول الله صلی الله علیه و وفات کرد و از این ایشان از این 6 نفر خوشحال بود، از آنها راضی بود. عثمان ابن عفان، علی ابن ابی طالب، طلحه ابن عبیدالله و زبیر ابن عوام و عبدالرحمن ابن عوف و سعد ابن ابی وقاص. آن نام آنها را برده گفت آگاه باشید ای مردم، آگاه باشید. شاهدی میدیم که عبدالله ابن عمر رضی الله عنه به این امر هیچ دخل و کار ندارد. بنابراین همه راضی شدند که همه آنها با عثمان ابن عفان بیعت کنند و بیعت هم کردند. خلال با سند صحیح از صالح ابن امام احمد رحمت الله علیه روایت میکند که از پدرش پرسید ابوبکر و عمر رو از کی برتر میدونیم؟ گفت سنت به ما در فضیلت و برتریت همان است که ابن عمر میگوید ما صحابگان حاضر شدیم و رسول الله صلی الله علیه و سلم زنده بودند. میگفتیم ابوبکر، سپس عمر، سپس عثمان را با ترتیب بهترین یاران رسول الله میدونستیم و بعد از این سکوت میکردیم و رسول الله مخالفت نمیکرد. این حدیث صحیح است. در امام احمد در مسند خود در مجلد 2 صفحه 14 ذکر است در باب فضایل صحابگان و عبدالله ابن احمد در سنه و ابن ابی عاصم در سنه از ابن عمر رضی الله عنه با وسیله یحیی ابن سعید انصاری از نافع رضی الله عنه روایت است که میگوید ما در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم میان مردم اختیار داشتیم، اول ابوبکر و بعدا عمر و بعدا عثمان و بعدا علی در روایت بخاری. و قول مؤلف میفرماید که ثم بعد اصحاب شورا اهل بدر من المهاجرین، سپس بعد از اصحاب شورا این 6 نفری که بیان کردیم اهل بدر فضیلت و برتری بر دیگران بر دیگر اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله. بعد اصحاب شورا اهل بدر است. اول خلیفه چهارگانه، سپس اصحاب شورا 6 نفر، سپس اهل بدر از مهاجران، سپس اهل بدر از انصاری ها از اصحاب رسول صلی الله علیه و آله به قدر هجرتی که سابقه ای داشتن، به قدر آن هجرت سابقه ای داشتن که هر کی هجرت کند و تاریخی هجرتش بیشتر باشد در درجه بالاتر است. این سخن امام احمد بود. یعنی این از اصول سنت اهل سنت و الجماعت است. محبت بر صحابه که الله سبحانه و تعالی از ایشان راضی بود و خوشنود بود، که از آنها راضی گشت و خوشنود گشت. چون هر قدر ما اگر از فضیلت این ایشان رضی الله عنهم آگاه شویم، محبت من نسبت آنها کاملتر و بهتر می شود. بهترین صحابگان مطلقاً ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ابن عفان و علی ابن ابی طالب، سپس زبیر ابن عوام، طلحه ابن عبیدالله، عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، ابو عبیده ابن جراح، سعد ابن زید رضی الله عنهم. اینها 10 نفر هستند که رسول الله آنها را بر بهشت مژده داد در روایت بخاری و مسلم و ابن ماجه و ترمذی همچنین. برای مؤلف با ترتیب میگه که پس از اصحاب شورا اهل بدر از مهاجرین،
سپس اهل بدر از مهاجرین، سپس اهل بدر از انصار با از روی مقدار هجرتشون در فضل و بیشتری برتری در اسلامشون. مهاجرون کسانی هستند که پیش از فتح مکه با دین اسلام گرویدند، دین اسلام را پذیرفتند. سپس قریش به آنها ظلم کرد و آنها آزار و اذیت دیدند. سپس به مدینه هجرت کردند، به مدینه سپس هجرت گرفتند. از این سبب کشور، مال، خانواده خود را ترک کردند و راه الله را پیشه گرفتند. خواستگار راه الله شدند. حتی بعضی از صحابه مال، زن، فرزند هر چی رو به خاطر الله ترک کردند، تنها به خاطر جستن رضای الله سبحانه و تعالی که شماره آنها تقریبا به 90 میرسید، از 90 تا 100 نفر میرسید. اینها مهاجران هستند، در راه الله هجرت کردند، دیار خود را ترک کردند. اما انصار باشد، انصاری ها هم صحابگان گرامی هستند که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم و مهاجران را در مدینه منوره پذیرفتند. از مکه هنگامی که مهاجران هجرت کردند به مدینه منوره آنها را قبول کردند. اهل مکه را در مدینه سپس از آنها پشتیبانی کردند، آنها را عزت و احترام داشتند، با وجود تنگ دستی خود آنها را نگاه میکردند. در سخاوتمندی، در برادری، در صمیمیت، در مهر و محبت با پیامبر نمونه بودند. همین است که الله سبحانه و تعالی ثنا و ستایش آنها کرد و فرمود: والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. و کسانی یعنی از انصاری ها که پیش از آمدن مهاجران در دیار خود در مدینه جای گرفته بودند و نیز ایمان آورده بودند، کسانی را که به سویشان مهاجرت کردند دوست داشتند آنها را و در اموال و جایهای خود آنها را شریک ساختند و از آنچه که داده شده است از غنیمت‌ها در دلهای خود به مهاجران احساس حسد و نیازمندی نمی کردند. یعنی آنها را مهاجران و انصاری ها را آنها را در این چیزها مقدم می دونستند و هرچند که این انصاری ها محتاج بر آن هم بودند. اهل بدر به دو گروه جدا می شوند: مهاجران و انصار. مهاجران اهل بدر بهترین پس از انصار از اهل بدر، چون که قبلا شیخ بیان کردند. و این جنگ بدر صبح روز دوشنبه 17 ماه رمضان سال دوم هجری در میان مکه و مدینه صورت گرفت. در این مورد میتوانید در جنگ بدر در سیرت پیامبر صلی الله علیه و آله باز بگید، در آنجا ذکر یادآوری کرده هستیم. سپس قول مؤلف رحمت الله علیه میفرماید که ثم افضل الناس بعد هؤلاء اصحاب رسول الله، سپس بعد این اصحاب شورا، بعد این از مهاجرین اصحاب بدر و انصاری ها میفرماید که دیگران اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله بهترین مردم هستند، کسانی که در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله زندگی کردند، کسانی که در عصر پیامبر زندگی کردند و کسانی که یک سال یا یک ماه یا یک روز یا یک لحظه با رسول الله صلی الله علیه و آله بودند و یا او را دیده بودند و با او ایمان آوردند، از یاران رسول الله صلی الله علیه و آله اینا محسوب میشوند. و فضیلت و مرتبه صحابه که با پیامبر لحظه هم بودند بهترند از آن کسانی که بعد از عصر او صلی الله علیه و سلم آمدند، هرچند که آنهایی که کسانی که بعد از آنها آمدند با کار خیر الله را ملاقات کردند، کارهای خیر عظیمی. آنهایی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم همراهی میکردند و در میان راه یاران او صلی الله علیه و سلم بودند و او را دیدند، او را شنیدند صلی الله علیه و سلم را، با سبب همنشینی با رسول الله صلی الله علیه و سلم از تابعین بهترند، هرچند که تابعین تمام کارهای نیک را هم انجام داده باشند. پس امت اسلامی در فضیلت و خیریت اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم بر دیگر نسل‌ها و افراد امت اجماع کرده هستند و دلیل این حدیث است که به حد تواتر حتی رسیده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، بهترین قرنها قرن من است، سپس آنهایی که پس از من پس از ایشان بودند، سپس از آنهایی که پس از ایشان بودند. روایت بخاری و مسلم و ترمذی و ابن ماجه است. پس صحابگان کرام بهترین مسلمانان هستند، چون آنان با پیامبر الله صلی الله علیه و سلم همزمان بودند و با آن حضرت مسئله های دین رو بررسی میکردند. رسول الله مسئله های دین رو برای آنها تعلیم میداد، بیان میکرد.
آنها مستقیما دین را از رسول الله میگرفتند. آنها بهترین دانشمندان بر سنت رسول الله صلی الله علیه و آله هستند. هدف و مقصدهای شریعت را بیشتر میفهمیدند. همچنین فتح‌هایی که از جانب آنها شد، غزوهایی که از جانب آنها شد، در دین با دست اینها شده بود. برای همین فضل و اهمیت آنها در نزد اعتقاد اهل سنت و الجماعت یک اهمیت ویژه‌ای دارد. حتی تا آن درجه را که الله گفت رضی الله عنه و رضوا عنه، الله از آنها راضی شد. اگر شما یک لحظه فکر نمایید که آن کسانی که الله اعلان کرد رضایت خود را از آنها، پس آنها چی کسانی هستند؟ چی کارهای بزرگی را انجام دادند؟ در اینجا امام احمد رحمت الله علیه در این کتاب اصول سنت این رو خاص ذکر نمود تا اینکه این دشمنانی که امروز پیدا شدن که نسبت اصحاب پیامبر سخن میگویند بر آنها یک مشت کوبنده باشد، در حالی که برای انسان بسنده از کتاب الله در بیان فضل اینها، مرتبه اینها، علم و دانش اینها، راه و روش اینها. اگر این صحابه علم رو برای ما نمیرسونید، پس کی میرسونید؟ اگر این صحابه امروز نمیشود، ما کس نمیشدیم. رضی الله عن الجمیع. خیلی در اینجا توقف میکنیم از این نقطه هایی که ذکر نمود از کتاب اصول سنت. درس دیگر که زنده و سلامت باشیم در بیان اطاعت و فرمانبرداری از امامان و امیران المؤمنین در این نقطه از این کتاب مبارک از اصول سنت ان شاء الله که پیگیری می‌نماییم و سخن میکنیم. بسم الله. ان شاء الله. سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.